بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک برادر به یک سوال انشاءالله مراجعت کردن. این سوال میخونیم، خدا خواهد و دلیل از این انشاءالله جواب شه گفتن حرکت بکنیم. خدا خواهد. من 4 ساله بودم، پدرم مرا پرتافته به روسیه رفت. پول رایی نمیکرد، مادرم ما را کلام کرد. بعد پدرم باز برگشت، مرا میزد و عذاب میداد. به روسیه رفت. من خودم کار کردم، آیله دار شدم، چون که صاحبی 3 فرزندم. در مسافری کار میکنم، نماز میخونم انشاءالله. پدرم به ما تماما گپ نمیزند، تلفن های نمیبردارد، زنگ گرفته است. حکم این خیل پدر چیست؟ من حاضر 37 ساله، پدرم 56 ساله، در حیاتش نماز نمیخواند، عراق می نوشد. برادران اهل اسلام، البته این سوال علم آور. البته امروز ما هم شاهد هستیم بر پدرها و بعض مادرها شاهد هستیم انشاءالله که نسبت فرزندها ناحقی میکنند. یعنی پدرها اکثرش از جهتی من پویم که نماز نمیگذارن، خدا را نمیشناسن، فقط کارش و عرق نوشی، دل آزاری. از این پدرها فرزندها هم آزار میکشن. عزیزان من، باید پدر حق و حقوق خودش که وقتی که خاندار میشود فرزند به دنیا میارد، خیلی که در بالا انشاءالله ذکر کردیم، حق و حقوق خدا خود پدری را باید ادا کند. امروز این چنین پدرهای بیرحم بی‌توفیق هم امروز هم وجود دارد عزیزان من، که ما شاهد هستیم. امروز خاندار شده است، خدا خود 2-3 فرزند و شهر روسیه پرتافته رفته است، 10 سال و 5 سال نمیکند. این بیرحمی، این بی ایمانی، این یعنی مردها را نشون میدهد. خوشا بر حال این زنها که الحمدلله که ایمان دارن انشاءالله خدا خواهد، فرزندگاشون گاه ها گوشنه، گاه ها تشنه، گاه ها با لباس، گاه ها به لباس بوایا میرسونن. شکر به خدا و این چنین مادرای خدا جو داریم. این پدرای بیرم سببش باعثش همش چی است؟ بی خدایی، باعثش همش عرق خوری، باعثش همش بی تربیگی، بی آدابی، مرداری، بی غیرت نشان میده. پدرانی عزیز و جوانانی که خدا خواهد امروز آیلت خدا خواهد به نفقه پرتافته میروی که این درگردنی تو فرض است و خوراندن پوشانیدن این فرزندها نه به زن بلکه انشاءالله خدا خواهد به مرد است. لیکن تو چقدر مردی و غیوری، یعنی انشاءالله خدا خواهد زنی انشاءالله به ایمان از قفاش خدا خواهد میگردی، مثل سگ میگردی. خدا خواهد پگه 10 سال میگردی، 20 سال میگردی. این زنها فقط امروز پول داری، مال داری، چیز داری، برای تو خدا خواهد انشاءالله زن بشه. این زن است که در این خانه بیچاره گاه بی پول است، گاه خدا خواهد بی مال است، صبر میکند و منتظر راه انتظاری توی بی توفیق است. از خدا بترس. گجایی که پدرها هستن خدا خواهد، گجای جوان هستن که آیلت خارداری امروز، پدرکات امروز خار، مادرات انشاءالله امروز در اینجا انتظار خاری میکشن. چه به ایمانی که امروز خار میکنی آیلت. از خدا بترس، از این راهات بگرد، از این عرخیات بگرد. این همش باعث خدا خواهد به طاعتی، باعث به ایمانی است که امروز خدا خواهد آیلت خار میکنی. باید که انشاءالله خدا خواهد روز قیامت هم محکمه سود الهی در جواب میتیاره خدا خواهد انشاءالله. همین فرزندگان در پیشگاه خدا هم از بالا دعوا میکنن انشاءالله خدا خواهد. تو پدر بدی انشاءالله خدا خواهد به تربیت گذاشتی، پدر بدی که اینا رو به شرم و حیا کلام به بایه رسوندی و چقدر انشاءالله تو را حرمت کنم. من چقدر علم آور مکتوب ها نزد ما میآید. بعضی هاش ما با انشاءالله خدا خواهد نمیخوانیم، بعضی هاش دیگر خدا خواهد با خودش یک هم صحبت میشیم. این سوال ها بسیار شد عزیزانی من. پدرای عزیز، جوانایی که صدای من میشنوید، آیلت خار نکی الا خار بشه خدا خواهد. همین دعای بچه اکت میگیرد، همین دعای دختر میگیرد انشاءالله خدا خواهد جوانی مرد میشه. همین دعاش میگیرد روز قیامت خدا خواهد نزد شریعت هم آق میشه، نزد الله بزرگوارم آق هستی خدا خواهد. با خود بیا
انشاءالله توبه کن. این فرزندکات خدا خواهد فرزند من جوان بسرا میشنم خدا خواهد نه خدا خواهد حیات دوام داده شده است، کلان شده است، غیرت کرده است، مهنت کرده است، پول یافت خدا خواهد انشاءالله من عائلش با مادرش کشاله دارد، با پول یافته خدا خواهد انشاءالله روزگارش زندگی دارد. البته از این حکم میپرسد جوانی که سوال داده خدا خواهد، البته حکم پدر و مادر بسیار بلند است انشاءالله خدا خواهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدش یک اعرابی اومد میگه سوال داد که خدا یا رسول یک پند ده که در این دنیا هم و در آخرت هم انشاءالله حاصل داشته باشه. رسول الله گفتن که آیا پدر مادر داری؟ گفت پدر مادر دارم. البته گفتم پدر مادر تا خدمت شکن، دعایی و یار بگیر انشاءالله خدا خواهد فرمانی و یار بجا بیار. اول تمام به همون یعنی پدر مادرت بده انشاءالله هر لقمه که به پدر مادر میدی الله سبحانه و تعالی در جنت برایت قصر بنا میکند. یک شخصی میگه با نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله گفت من خدمت پدر مادر میکنم، دائم خدمتش نمیکنم، لکن در عوض مرا بسیار دشنام میتین، بسیار حقارت میکنم، چیکار کنم در حقی ها؟ گفتن اگرچه پدر و مادر گوشت پاره پاره کنن چاره که حقی آنها را ادا نکرده باشیم. جوانی عزیز خدا خواهد البته پدر از خدا خواهد انشاءالله، شاید از روی خدا خواهد نادانی، شاید از روی خدا خواهد انشاءالله ناانصاف این کارا کرده باشد، لیکن انشاءالله حرمتش به جا بیاد. دائم در نماز دعا کن الله سبحانه و تعالی همون پدرم توفیق و با رفیقش بگردونن، همون پدرم انشاءالله خدا خواهد برای راست برای حق هدایتش کند انشاءالله خدا خواهد و دعاش بگیر انشاءالله چی باشدم انشاءالله حقوقی پدری دارد. بعضی از این نادانی این کارا را کرد، ما هم دعا میکنیم که پروردگارا همین خیلی پدرای بی توفیق الها توفیق بده، الها برای راست هدایت شو، در قلبهاش نور ایمان، نور قرآن، محبت خودت، محبت حبیب تو جاگیر کن. شاید این جوانای بی توفیق توفیق یابند و یک اندک باشدن فکری فرزندا و اندک باشدن فکری عائله کنند و عائلهاشون برقرار شده یکی بهترین انشاءالله در دنیا. این کودکان باور میکنن انشاءالله بعضی هاشم من میبینم انشاءالله خدا خواهد در این دیداری پدرزار هستند، این دخترکان در دیداری مادرزار، حتی بعضی پدرای بی توفیق در وقتی خدا خواهد نکاحاشون در توهاشون هم شرکت ندارن. این عزیزی من با خدا بترس انشاءالله خدا خواهد، چون که پدر جاش دیگر است، جای مادر دیگر است خدا خواهد. بیا فرزندکات فرزند که خدا خواهد امروز در سبب پیر شیری خدا خواهد میایی نیکی حرمت نمیکنن. عزت من یک پیر میدونم، پیر وقتی که خدا خواهد در جوانیش در شهرهای روس گشت از قفای همون کلام به توفیقا به ایمانا زنک بازی گرگشت در پیریش خورشیده مرد. وقتی که من تون که همین حرمت نمیکنی این صاحب حرمت نیست. من جوان بودم گفت من انتظاری شوهر بدم من نگاه نکرد آخر به خار زاد تو هم همچنان میشه خدا خواهد، بلکه خدمت نکند نه که از صح نیست محبت نبودم بعد و خدمت نشه. بیا خدا خواهد به خود بیا انشاءالله خدا عائله که و زندگی های خوب که خدا خواهد خدا همه ما و شما را توفیق خدمت کردن پدر و مادر و به سوی طاعت عبادت رجوع آوردن و این به توفیق هم توفیق شدن کرده برای راست هدایت کردن و الله سبحانه و تعالی سزا بگردانی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.